السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام هم نفسای یاد خدا، هم شهریای شهر الله، عزاداران حضرت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. شب شما به خیر باشه، تاتون عزاداریاتون قبول باشه. امشب شب خاک بر سر شدن دنیاست، شب یتیم شدن ما هست، شب شهادت مردیه که خدا انقدر آدم ها رو دوست داشت او رو هدیه داد به انسان ها تا از نورانیتش استفاده بکنن، راه رو از چاه تشخیص بدن، به سعادت به آرامش برسن. اتفاقا برای اینکه این هدیه رو به انسان ها بده، ماه خودش رجب المرجب رو انتخاب کرد، خانه خودش کعبه رو انتخاب کرد که این هدیه رو به انسان ها بده. منتها آدم ها قدر این بزرگترین نعمت خدا رو ندونستن. مثلا جورج جرداق مسیحی میگه که با زبان شکوه و گلای خدایا چرا 1400 سال پیش امیرالمومنین رو خلق کردی که مردم قدرش رو ندونن، تنهاش بگذارن و در اوج غربت و مظلومیت به شهادت برسوننش. امشب شب شهادت امام اول شیعیان حضرت ابوالایتام امام علی علیه السلام. امشب رو به صاحب عزا و ماتم حضرت مهدی موعود، حضرت منتقم ارواحان له الفدا تسلیت عرض میکنم. رهبر عزیزم و به همه شما خدا توفیق بده بتونیم درست عرض ادب بکنیم تو همه مجالس و تکایا و حسینیا و مساجد، از جمله تو این یاد خدا که یاد ولی خدا هم الحمدلله جریان داره. امشب هم با افتخار محضر استاد عزیزم آقای رمضانی عزیز هستیم و مفصل از حضرت مولا عزیزشان میشنویم و از محبت امیرالمومنین رو لذت میبریم. آقا سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، سلامت باشید انشاءالله. خداوند متعال ما رو جزء عزاداران و خدمتگزاران به حضرت مولا علی علیه السلام بنویسن و ثبت بکنن انشاءالله. انشاءالله در خدمتتون مخلصیم. ما خدمت شماییم و خیلی هم خوشحالیم از این بابت. خواهش میکنم. من یادم میاد اولین شبی که خدمت شما بودیم گفتم می‌خوایم عبادت دست جمعی بکنیم، ذکر علیون عباده، انگار خدا نام امیرالمومنین رو اصلا قرار داده این شب برای اون عبادت درستابی و اینا تعبیه شده. یاد یه عبارت دیگه هم افتادم که فرمودن زینوا مجالسکم ذکر علی. باز انگار این بهترین شبای قدرم خدا خواست زینت بده انگار این شبا رو هم. نمیدونم چقدر حرف درستی میتونه باشه. به نام امیرالمومنین و ذکر حضرت مولا و ذکر مصائبشون و طبعا فکر کردن در مورد ایشان و محبتی که ما نسبت به ایشان داریم. از هر جای کار که صلاح میدونید با توجه به صحبت‌های که تا به حال داشتین شروع بفرمایید. من سوالی پیش اومد شما اجازه دادین میپرسم. من هم از خود مولا میخوام که از هر جایی که صلاح میدونن مقدر بکنن و به زبان من جاری بکنن حرفها رو. ما داریم در رابطه با حب علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت میکنیم. اجزای این گفتگو آرام آرام باید شکل بگیره. شب اول عرض کردیم که چرا باید بین ما و خدا یک انسان فاصله بیفته. شب دوم در رابطه با فرماندهی عمیق‌ترین بعد وجودی، عمیق‌ترین محبت در ابعاد وجودی انسان صحبت کردیم که در وجود انسان تعیین کننده ترین بعد علاقه است و تو علایق عمیق‌ترین علاقه. وقتی که این بعد وجودی یعنی فرمانده درونی انسان با کسی که فرمانده همه هستیه گره بخوره، این اون قدرتیه که هیچ چیزی جلوش با نمیسته. حب علی ابن ابی طالب حسنتون لا تضر معها سیئه. ای جانم ای جان. این به خاطر قدرت این رابطه است. ترجمه هم بفرمایید. محبت امیرالمومنین یک حسنه است که هیچ سیئه و هیچ خطایی به این ضربه نمیزنه، چون اون فرمانده است. اگر عمیق ترین محبت انسان به امیرالمومنین تعلق گرفته باشه ها، اینو من تأکید میکنم، ما علی را دوست داشته باشیم نه، دوست
ترین داشته باشیم، دوست ترین داشته باشیم بیش از همه چیز. اون آیه قرآن که فرمود اگر پدرت، فرزندت اینها رو بیشتر از رسول الله دوست داشته باشی فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. این قدرت از کجاست؟ این تعیین کنندگی اهل بیت در همه هستی از کجاست؟ خدا رحمت کنه آیت الله خسروشاهی رو که تو این شب عزیز یادش کردیم. ایشون میفرمود که رساترین مثال در رابطه ما با خدا مثال رابطه ما با تصورات ذهنیمونه. یه بار دیگه این جمله رو بفهم. رساترین مثال خب در تبیین رابطه ما با خدا خب رابطه ما با تصورات ذهنیمونه. آها. ببینید، من خواهش میکنم کسانی هم که این برنامه رو میبینن کمی خلوت کنند یا کمی متمرکز بشن، با ما پا به پا بیان. من همین الان عرض میکنم که اگر سرسری گوش بدن این قسمت رو ممکنه یه دفعه از وسط بحث متوجه نشن من چی دارم میگم. درست. لذا نیاز به یه تمرکزی داره. ببینین، یک تجربه خیال انگیز با هم بکنیم. ببین. مثلا فکر کنید که صبح نه شب گرگ و میش تو ذهنتون تصور بکنید. مثلا حرم امام رضا علیه السلام رو بسازید. ای جانم. حرم رو بسازید تو ذهنتون. گنبدی هست و حیاتی هست و صحنی هست و من چند تا کبوترم دارم میبینم. خوبه. خب بعد که دارید میرید به سمت حرم یه نمه بارونی هم میزنه به صورتتون که نه اونقدر خیستون میکنه، نه داره نوازش میده. بله. خب و تو این نمه بارون یک نسیمی هم داره میوزه ولی آزاردهنده نیست، دلنوازه. بله. ما همین که داریم میریم، مثلا بچه ها دارن تو صحن گوهرشاد بازی میکنن. یکیشون داره میدوه و میخنده، یکیشون یه کمی خورده زمین دردش گرفته داره گریه میکنه. یکی داره اون طرف حوض یه کمی آب میخوره. آره. یه کمی هم یکی اون طرف داره یه لقمه نظری رو میخوره. خب یه پیرزنی هم یه گوشه صحن واسطه به امام رضا علیه السلام عرض میکنه آقا چقدر گنبد حرمت قشنگه. داره تعریف میکنه از گنبدش. درست. شما هم با اون بچه هستی، هم با اون بچه ها چند تا بودن، هم با خادما هستی، هم با گنبد هستی، هم با پیرزنه هستی. هو معکم اینما کنتم. شما اراده کن. شما گفتید که چند تا پرندرم پرواز دادید. شما اراده کن اون بارون نیاد. شما بخواید اراده کنید اون بارون قطع میشه یا نمیشه؟ نمیشه. چطور؟ همین الان بارون رو حذف کنید از ذهنتون. نه تو عالم واقع عرض کنم، تو عالم خیال که حذف شد. همین ما داریم رابطه خودمون با تصورات ذهنی رو حذف شد. فرمود انزل الله من السماء ماء. ما هنوز تو مدارسمون میخونیم باران آمد. نه اون میاره باران. ولی تو قرآن میفرماید که خدا باران آورد.
راست میگی. همونطور که شما باران را آوردی. بله. حالا اون باران که میاد شما اراده کن که گیاهی هم سبز بشه. میشه. اراده کن نشه. نمیشه. فاحیا به الارض بعد موتها. مثل همین فصل بهاری که بله. درشیم. اون نسیمی هم که میوزه شما داری میوزونی. و تصریف الریاح هو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمته. دقت کردید؟ شما اراده کن اون بچه‌ای که میدوه انرژیش تموم بشه نتونه بوده. تموم میشه؟ بله دیگه. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. چه قشنگ. هر قوت و نیرویی تو عالم هست خدا داده. اون بچه‌ای که خورده بود زمین و گریه میکرد شما اراده کن گریه نکنه، اشکش نیاد. قطع میشه؟ بله دیگه. هو اضحک و ابکا. او میخندانه و میگریانه. بعضی موقع به خدا میگم ای خدایی که بارون رو میبارونی چرا چشمای منو بارونه نمیکنی؟ آخه هو اضحک و ابکا. او میگریانه. او میگریانه. همه چیز از اوست. اون بچه‌ه که خورده بود زمین پاش درد میکرد، زخم شده، اراده کن هر چی دارو میخوره خوب نشه. نمیشه. نمیشه. و اذا مرضت فهو یشفین. وقتی مریض میشم او مرا شفا میده. بیننده ها توجه دارن تمام عربی هایی که میگم قرآنه. قرآن غریب مهجور. آخه اراده کنید اون کسی که داره آب میخوره سیراب نشه. اون کسی که داشت لقمه رو میخورد همونطور گرسنه بمونه. اراده کنید میشه. بله. الذی هو یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. او مرا سیراب میکند، او مرا سیر میکند. قضا نه، او اراده میکند. اون پیرزنه که داره از گنبد تعریف میکنه در واقع داره از کی تعریف میکنه؟ از امام رضا. از شمایی که اون حرم رو ساختید. الحمد لله رب العالمین. یعنی هر کی هر جا از هر چیزی تعریف میکنه داره خدا تعریف میکنه. دقت کردید؟ بله. آیات رو ببینید. من از بیننده ها خواهش میکنم امشبی که جوشن کبیر رو میخونن با این مثال من تطبیق بدن. اون پیرزنه تنها مونسش که پیششه شمایی. شمایی که صدای ته دلشو میشنوی. یا حبیب من لا حبیب له، یا طبیب من لا طبیب له، یا رفیق من لا رفیق له. و چقدر ما از این واژه ها، از این نجوه ها این شبها و امشب با خدای بزرگ و مهربان داریم. یا حبیب من لا حبیب له. بسم الله. الهی به حق امیرالمومنین بهترین لحظات عمرمون رو تجربه بکنیم امشب. دومین ایستگاه شب‌های قدر هست و شب شهادت امیرالمومنین. به حق امیرالمومنین انشاءالله بهترین ها برامون رقم بخوره. من اینجوری دارم دریافت میکنم بهترین چیزی که میتونه برای ما
حاصل بشه، رسیدن به اوج محبت نسبت به آل الله علیهم صلوات الله است که واقعا نجات دهنده است. خود پیامبر رو فرمودن دیگه، مثالی که زدن مثال کشتی نوح بود، درسته؟ که هر کسی، محبت امیرالمومنین گفتن هر کسی سوار شد نجات پیدا کرد و هر کسی نه، بله جا موند نه. و با مثال‌های قشنگی که با اون آیاتی که می‌فرمودن ما متوجه ذره ذره میشیم که هرچه هست اوست. حتی اون رسیدیم به اون خانم کهنسال که نگاهشون به گنبده و دارن از قشنگی و رنگ و طلا و نمیدونم اون جذابیت گنبد میگن، در واقع دارن از سازنده میگن که باز برمیگرده نسبت به آیه که فرمودن خدای بزرگ و مهربان. درسته؟ بله. باز ادامه داره ماجرا؟ بله، من میخوام این مثال رو پایه بکنم برای اینکه نقش اهل بیت رو تو این آره نقشه مهندسی شده هستی برسیم بهش برسیم و ببینیم امشب با کیا طرفی. من تا الان عرض کردم که نزدیکترین تجربه و مثال برای درک رابطه ما با خدا، درک رابطه ما با تصورات ذهنیمونه، با تصویرهایی که در ذهنمون میسازیم. آره. آیات قرآن کریم رو میتوانیم ما هر آنچه که در قرآن کریم در رابطه با خدا و بنده هاش طرح میشه، در این مثال ما با رابطه خودمون و تصوراتمون تجربهش کنیم. این تجربه مهمه. مثلا این مثالی که گفتیم که حرمی رو بسازید، افرادی که توش دارن مناجات میکنن و اینها، کی از رگ گردن به همه اینها نزدیکتره؟ شما. من دیگه. نحن اقرب الیه من حبل الورید. آره. اگر یکیشون به زبان چیزی رو نگه، ته دلش داره مناجات میکنه، من متوجه میشم. انه علیم بذات الصدور. یعنی سمع الله لمن حمده. عالمی از اینها جمع بشن به یکیشون ضربه بزنن، ولی شما اراده کن که نتونن. دارم فکر می‌کنم چرا ما میتونیم اینقدر قشنگ تصور کنیم و اینو متوجه شیم؟ چون ما خداییم، ما روح ما خداییه. اصلا ما چون نفخت فیه من روحی باید یک تجربه‌ای داشته باشیم تا درکش کنیم. باز هم به بیننده ها تأکید میکنم که دعای جوشن کبیر رو، اسمهای خدا رو با این مثال تطبیق بدن. مثلا 5 تاشون دارن با هم حرف میزنن، شما غافل میشی؟ نه. لا یشغله شأن عن شأن. امشب تو اسمهای خدا میخونیم. حالا چی میخوام عرض بکنم؟ میفهمید. شما حرم ساختید، صحن ساختید، باران ساختید، گیاه ساختید، انسانها رو ساختید. حالا میشه به این تیکه صندلی نگاه بکنید؟ ازتون خواهش میکنم. بله. اون تصویر نابود شد. حالا حواسم رفت اینجا. یک لحظه توجه خداوند متعال از ما برداشته بشه، سرنوشتمون اینه. نابودیه. آن به آن مراقب ماست. الله اکبر. این میگیم یک آن کمتر از آن ما رو به خودمون وانه. اگه برداره تمام اصلا انگار نبوده. بله، آفرین. اصلا انگار نبوده. میدونین دارم به چی فکر میکنم؟ ما تو روی چه خدایی واسطیم؟ نه خیلی تو مشت خدایی ما تو روش واسطیم. خدا نکنه اینجوری باشه. خب حالا تو این مثال چی میخوام بگم که به امشب مرتبط هست؟ شما تو اون مثالی که من زدم حرم رو، انسانها رو، آب رو، گیاهان رو، پرنده ها رو، اینها رو با چه قدرتی ساختید؟ با قدرتی به نام قوه خیال. شما
با قوه خیال اینها رو ساختید. درست. وقتی هم که قوه خیالتون رو از اونها برداشتید همه نابود شدن. تصویرتون رو بردید به سمت این صندلی همه نابود شدن. در مثال ما اهل بیت نقش قوه خیال در هستی رو دارن که خدا هر کاری میکنه در هستی با اونهاست. این نقطه عطف میشه پس. بله. حالا این عبارت ها معنا پیدا میکنه. بفهمید. بکم فتح الله و بکم یختم. به وسیله شما شروع میکنه، به وسیله شما تمام میکنه. عبارت ها رو ببینید. ابتغوا الیه الوسیله. الحق معکم فیکم منکم الیکم. حق با شماست، در شماست، از شماست، به سمت شماست. این قدرتی که در هستی دارن اینها. من والاکم فقط وال الله، من آداکم فقط آد الله. هر کی با شما دوسته با خدا دوسته، هر کی با شما دشمنه با خدا دشمنه. من اراد الله بدأ بکم. هر کی بخواد اراده بکنه به سمت خدا حرکت کنه باید از شما شروع کنه. هم به این مثال من توجه بکنید، هم به حرفهای شبای قبل. دارم همین کارو میکنم. بله. من وحده قبل عنکم. هر کسی خدا رو بخواد به توحید بشناسه از سمت شما قبول میکنه خدا. من قصده، هر کی خدا رو قصد کرده باشه توجه بکن. در اون قوه خیاله که میگیم. آفرین. بله بله. اینجا سازنده است. بله کاملا میبینید که اون کسانی که ما با قوه خیالمون ساختیم جز با رابطه قوه خیال با من مرتبط نمیشن. اگه خیال رو حذف کنیم چیزی نیست. آفرین. دقیقاً منتقل شدید به حرفی که میخوام بزنم. اگر اون واسطه نباشه چیزی نیست. ان ذکر الخیر کنتم اوله اصله فرعه معدنه مأواه منتها. خیر اصل شمایید، فرع شمایید، معدن شمایید، مأوا شمایید، منتها شمایید. این که عرض کردم که قوی ترین بعد وجودی انسان علاقه عمیقشه، این علاقه عمیق به این فردی که در هستی انقدر قدرتمنده وقتی تعلق میگیره، این دوتا دست به دست هم میدن، بنیان هر آنچه غیر از او هست رو میکنن از جا. اینجاست که میشه حب علی ابن ابی طالب محور دین، نه یک فضیلت. اینجاست که میفرماید که ان الناس لو اجتمعوا علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار. اگر مردم بر حب علی ابن ابی طالب جمع شده بودن آتش جهنم خلق نمیشد، چون با این به خدا وصل میشدن. ما امشب با قدرتمندترین فرد هستی و قدرتمندترین بعد وجودی خودمون میخوایم بریم در خونه خدا. میریم پیش خدا و خود خدا اینو برامون تعبیر. بله بله. گفت مجنون رفت تو صف آش که لیلا داشت پخش میکرد. آخه یکی از آداب قربانی اینه که کسی که براش قربانی میکنن نخوره. مثلا من اگر برای شما قربانی کنم میگن از آدابش اینه که شما نخوری. مجنون اومده بود تو صفی که لیلا براش قربانی کرده بود.
لیلا عصبانی شد، ظرف زد زمین، گفت من اینو برای تو قربانی کردم، تو مثل غریبه ها اومدی تو صف وایسادی؟ امشب با خدا غریبگی نکنید، مثل غریبه ها تو صف وایسید. اگر خدا میخواست ما رو نپذیره میتونست شب قدر رو خلق نکنه، میتونست امیرالمومنین رو خلق نکنه. او برای ما این کارو کرده، ما هنوز هم با دل پر از شک بریم؟ اینه که ذره ارتباط با این آقا قدرت درست میکنه. میگن یه غلام یهودی داشت غریبانه تشییع میشد. رسول الله گفت نگرش دارید من ببینمش. وقتی که نگرش داشتن امیرالمومنین فرمود که من اینو میشناسم. گفت چطور؟ گفت هر وقتی منو میدید رو پنجه پا بلند میشد میگفت من دوست دارم. من دوست دارم. رسول الله براش تشریح گرفت. امشب ما دروغ نمیگیم بهش، راست میگم دوست دارم. هر بارم تو رود واسطادم واقعا نمیخواستم تو رو بی احترام کنم، هیچ وقت نمیخواستم تو رو ندید بگیرم. من نه با خداییت در افتادم نه با بزرگیت. تجرأت به جهلی. گناهکارا رو شاید نپذیرن ولی پشیمونها رو چرا؟ لذا امشب با قدرتمندترین فرد هستی، اینی که شما میفرمایید طراحی کرده خدا که شب قدر رو به امیرالمومنین گره بزنه، من فکر میکنم که از محبتش به ما بود. چیزی غیر از این؟ با این بیاید، با این بیاید من ردتون نکنم. حتما خدا رحمت کنه حاج آقا مجتبی تهرانی رو رحمت الله علیه. یه وقتی من بهش گفتم که حاج آقا من نمیتونم برای امام حسین گریه کنم، امشب یکی از آداب شب قدر زیارت ابی عبدالله است. گفت آقا هر وقت یاد امام حسین میفتم چیکار کنم؟ فرمود که 3 مرتبه بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد فرمود السلام یصل الیه من القریب و البعید، سلام از دور و نزدیک بهش میرسه. یا ابا عبدالله. حاج آقا مجتبی بهش گفتم که آقا من نمیتونم برای امام حسین گریه کنم. حاج آقا یه جمله گفتن، گفت گریه که زیاده، یکی برای بچهش گریه میکنه، یکی برای فقرش گریه میکنه، یکی تو بیمارستان گریه میکنه. به من گفت برو قصه امام حسین رو بخور. حتما بیننده ها امشب یه قصه از امیرالمومنین بخورن. قصه بخورن. اجازه میدید یه خط روزه بخونم؟ حتما حتما. یه وقتی دور بستر امیرالمومنین بچه‌هاش جمع شده بودن،
امام حسن گریه میکرد، امام حسین گریه میکرد. آقا وقتی امام حسن گریه میکرد بهش دلداری داد، گفت حسنم گریه نکن، من جام اون طرف خوبه، من دارم میرم جایی بهتر. حسن رو با دلداری آرام کرد. ابی عبدالله علیه السلام گریه میکرد، امیرالمومنین دلداری داد، گفت حسینم گریه نکن، من حالم بد نیست. نگاه کرد به یک طرف بسترش، دید زینب گریه میکنه، دلداری نداد. علی هم با زینب شروع کرد گریه کرد. که پدر نمیتونه اشک دختر رو ببینه. اون لحظه ای هم که ابی عبدالله داشت خداحافظی میکرد با دخترش، پرسید بابا ما رو به کی میسپاری داری میری؟ ابی عبدالله باز هم به پای دختر گریه کرد، پدر نمیتونه گریه نکنه. گفت سکینه جان قلبم را آتیش نزن، خدایا به حق اون لحظه ای که قلب ابی عبدالله برای دخترش سوخت ما رو امشب بپذیر، ما رو امشب قبول کن، ما رو امشب پاک و با بهترین مقدرات به صبح برسون. صلی الله علیک یا عبدالله. غمم را یار بی اندازه کرده. خیلی دلم رفت برای اون لحظه‌ای که فرمودن از زینب. نمیدونم تو یکی دو روز چجوری این بچه‌ها روزه گرفتن، چجوری افطار کردن، پیکر پدر لحظه به لحظه این زهری که به شمشیر زده بود ابن ملجم، این اثرش بیشتر میشد تو چهره امیرالمومنین. و حالا قربونشون برم خانم زینب، من این دو بیتو بخونم امشب، خیلی دعا کنید برای همه. گفت غمم را یار بی اندازه کرده، کتاب هستی هم شیرازه کرد. الهی خیر نبینه ابن ملجم که داغ مادرم را تازه کرده. التماس دعا. یا حق. خداحافظ.